استراتژی اصلی کلاسی که فوق العاده سودسازه و وین ریتش خیلی بالاست. یعنی حد سوداش حد سودای عالیه که با استفاده ازش میتونید واقعا سودای فوق العاده از مارکت بگیرید. کاملا هم ساده است، قرار دو تا چیز رو با هم دیگه ترکیب کنیم. بریم من ذات این استراتژی رو بهتون بگم. ذات این استراتژی بر اساس فیبوناچی ترسیم شده. یعنی چی؟ یعنی این فیبوناچی که ما اینجا داریم، این استراتژی چی میگه؟ این استراتژی میگه بچه‌ها اگه یادتون باشه تو بخش فیبوناچی من بهتون گفتم وقتی یه موج شروع به حرکت میکنه، حالا از یک شروع میکنه تا صفر میره، وقتی که اصلاح میده حالا تا ناحیه پرقدرت 182 و میان قدرت ناحیه خوبیه برای ورود به معامله، ناحیه ارزنده برای ورود به معامله. اینجا یعنی قیمت خوبیه، میشه ورود کرد به معامله. اوکی، این استراتژی میگه آقا شما میاین این ناحیه ها رو پیدا میکنیم، ورود میکنیم به معامله. با چی؟ با این استراتژی که بهتون میگم. و از یه چیز ترکیبی دیگه ما قرار استفاده کنیم اسم خطوط ترند به عنوان مثال. خب حالا ما از کجا پیدا کنیم موج‌هایی که رفتن بالا، اومدن تا نصف اصلاح دادن و قراره برن بالا؟ چون خیلی از موج‌ها میبینید مثلا میان یه حرکت میکنن تا نصف اصلاح میدن، دیگه بالا نمیرن. اوکی، ما قراره این موج‌ها رو پیدا کنیم که آقا کدوم موج‌ها هستن که قراره یه حرکتی بزنن بعد یه اصلاحی کنن تا نصفه ها، بعد از اینجا حرکت رو به بالا داشته باشه. اینا رو پیدا کنیم که حد سودای فوق العاده ای دارن و قرار از خط ترند استفاده کنیم برای اینکه این اصلاح دادن بشکنن و ما وارد معامله بشیم. حالا بریم روی چارت کامل مثالش رو هم دیگه می‌بینیم. ببینید ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم تو تایم 4 ساعته و روزانه. خوب دقت کنید. میایم تو تایم 4 ساعته و روزانه به عنوان مثال، میایم تو تایم 4 ساعته روزانه دنبال چی میگردیم؟ دنبال کندل چکش میگردیم. چکش یا شوتینگ استار به عنوان مثال. میایم تو تایم 4 ساعته و روزانه دنبال کندل شوتینگ استار و چکش میگردیم. بچه رنگشون فرق نمیکنه، مهمه جایگاهشون کجا باشه. میایم دنبال کندل چکش و شوتینگ استار میگردیم. حالا چکش میتونه بدنش تا اینجا باشه، چکش درست باشه یا یکم شاید رو به بالا داشته باشه، اون فرق نمیکنه. تو تایم روزانه و 4 ساعته دنبال اینا میگردیم. چرا دنبال اینا میگردیم؟ بچه من چی گفتم بهتون؟ گفتم این استراتژی میگه چی آقا؟ میگه یه روندی که یه موجی که رفته و تا نیم اصلاح داده، اینجا ناحیه جذابی برای ورود به معامله. این کندلا نشونه چی هن؟ این کندلا نشونه این هن دیگه. ببینید اینا باز شدن، از یه جایی رفتن و برگشتن دارن اصلاح میدن. خب کندلای چکش تو تایم بالا نشونه اینن تو تایم پایین. اوکی، ببین این کندل باز شده، به عنوان مثال اوپنش باید اینجا بوده باشه دیگه، اوپنش اینجا بوده، رفته پایین، نگاه کنید به عنوان رفته پایین تا اینجا، برگشته بالا تا اینجا، یه موج زده. میبینی کندل های چکش نشون دهنده این موجن در تایم پایین. خب پس ما در تایم روزانه و 4 ساعته دنبال کندل های چکش میگردیم یا دنبال کندل شوتینگ استار میگردیم. باشه اسمشون رو زیاد کاری نداشته باشین، ما شکلش کار داریم. شکلش باید همچین شکلی باشه، حالا رو به پایین یا رو به بالا، همر یا این ورتر همر، چکش یا چکشی برعکس، شوتینگ استار یا هنگینگ، فرقی نمیکنه. خب این از این. حالا قراره چجوری وارد معامله بشیم؟ ببینید ما تو تایم روزانه، ما در تایم روزانه و 4 ساعته، ما در تایم روزانه و 4 ساعته دنبال چی میگردیم؟ دنبال این چکش ها میگردیم. در تایم روزانه و 4 ساعت خیلی حرفه‌ای، برو یه دقیقه حرفه‌ای نیستی بچه، این استراتژی کاملا اسکالپی، یعنی یه دقیقه به شما ورود میده. خب ولی من میگم که تو از 5 دقیقه شروع کنی، چون هنوز حرفه‌ای نیستی، یه دقیقه هیجانش بالا. خب شاید نتونی مثلا درست مدیریت کنی، میای از تایم 5 دقیقه شروع می‌کنی پایین رفتن. همین که حرفه‌ای تر میشه، هی میای پایین‌تر، نقطه ورود تا بیا پایین‌تر، بیا تو تایم 1 دقیقه وارد معامله شو. اوکی، پس چی شد با هم دیگه؟ بیایم اینجا
تو تایم 5 دقیقه 3 دقیقه و 1 دقیقه قرار ورود کنیم به معامله. قرار تو این تایم دنبال چی بگردیم؟ ببینید یه روندی که رفته این حرکت رو زده، به عنوان مثال این حرکت رو زده که بهتون نشون دادم یه چکش بود، اومده این حرکت رو زده. تو تایم پایین اینو شما وقتی توی روزانه میبینی چکش رو، تو تایم پایین یه همچی اتفاقی افتاده. درسته دیگه، موجه اینطوری میومدن پایین دیگه. تو تایم پایین یه همچی اتفاقی افتاده. خب یه همچی اتفاقی افتاده و این شکسته شده سمت بالا. ما میایم تو تایم پایین دنبال چی میگردیم؟ دنبال یه همچی چیزی میگردیم. این الگو هست بچه الان کاملا شد. میایم یه خط ترند رو این رسم میکنیم، منتظر شکستش میشیم. همین که این خط ترند رو شیخون، این موجی که خط ترند رو شیخون رفت سمت بالا، تو برگشتش ما با فیبوناچی ورود میکنیم به معامله. با فیبوناچی ورود میکنیم به معامله. اینجا وارد معامله میشیم، کامل بهتون میگم چجوری. اینجا وارد معامله میشیم و سمت بالاش رو میگیریم به این شکل. به این شکل ما قراره وارد معامله بشیم. متوجه شدین؟ یه الگو داریم. الگومون چی بود؟ نگاه کنید. الگومون به این شکل. این چکش تو تایم پایینه دیگه. حالا این به این شکل یعنی اینی که این پایین کشیدم، اینی که اومده پایین، خب موج اومده پایین، ما یه ترند رسم میکنیم روی این موجایی که اومده پایین، منتظر شکستش میشیم. همین که شکست منتظر میمونیم اینجا تو برگشتش که این رونده که اینو شکست، یه برگشت که زد، ما فیبوناچی از کف این موجی که ترند رو شکسته میندازیم و رو این ناحیه‌های 618 و 786 و نیم میتونیم وارد معامله بشیم که حالا بهتون کامل میگم چجوری. بریم روی چارت مثالاشو ببینیم. گفتیم 4 ساعته و 1 ساعت. هرچی بیشتر مثال ببینیم بیشتر براتون جا میفته مطمئنا. حل. خب بریم تو تایم 4 ساعته و 1 ساعته با هم دیگه که بتونیم مثالاشو کامل و جامع ببینیم که براتون کاملا عادی بشه دیگه پیدا کردن اینا روی چارت. این تو 4 ساعته. خب میایم رو تایم 4 ساعته دنبال چکش میگردیم و بچه ها میگم نگاه کنید، اگه چکشتون ربطی به رنگش نداره، اصلا ربطی به رنگش نداره، اگه چکشتون سعودی بود، الان این میتونه سبز باشه دیگه، میگم چکش سعودی، ولی میگم اصلا رنگش مهم نیست. اگه چکشتون سعودی بود دنبال پوزیشنای لانگ میگردیم و اگه چکشمون نزولی بود دنبال پوزیشنای سل میگردیم که حالا مثالش کامل با هم دیگه میدیم. پس چکش سعودی لانگ، چکش نزولی سل. بریم پایین با هم دیگه. اینجا بیایم با هم دیگه ببینیم. به عنوان مثال تو لایو باز الان این کندل بچه چکشه، این کندل کامل علامت گذاری میکنیم بچه. اون وقت که شما در حال بازاری لازم نیست علامت گذاری بکنیم. من اینجا علامت گذاری میکنیم. میریم تو تایم، گفتم از 5 دقیقه شد. تو تایم 5 دقیقه بچه اینجا بود چکشی که ما دیدیم، اینجا بوده دقیقا. خب این ترندش از کجا رسم میشه بچه ها؟ نگاه کنید. ما گفتیم دنبال یه همچین چیزی باید بگردیم دیگه، دنبال یه همچین چیزی که اومده چکش شکل داده، دنبال یه همچین چیزی بگردیم که روش ترند بندازیم و وقتی ترند شکست منتظر شکست ترند باشیم و روی پول و کاش وارد بشیم. الان یه همچین چیزی که داریم میبینیم اینه بچه. اینو ما ترند میندازیم و این موجی که ترند رو شکونده روش فیبوناچی میندازیم و روی ناحیه‌های نیم 618 و 786 وارد معامله میشه. حالا رو کدوم ناحیه چطوری؟ اگه خواستین رو نیم وارد شیم بچه، نیم ناحیه ضعیفیه. یعنی چی؟ یعنی بهتر وارد نشین، ولی اگه خواستین وارد بشین رو نیم
یه همپوشانی پیدا کنید. به عنوان مثال همپوشانی نیم با یه حمایت و مقاومت رو پیدا کنید. اگه خواستین رو نیم وارد چین، اگه خواستین رو اون دو تا پایینی وارد چین، اوکی. ببین مثلا اینجا اومده تا 618 به ما اصلاح داده، ما روی 618 وارد معامله میشدیم، حد ضرر میشد زیر این کفی که اومده موجش کنده، حد سود اولمون میشد 0 و حد سود دوم میشد منفی 27. ببینید معامله دقیقا به این شکل شد. ما یه خط ترند داشتیم، یه چکش داشتیم که خط ترندش رو شیکونده، یه فیبوناچی رسم میکنیم از موجی که خط ترند رو شیکونده. بچه این موج خط ترند رو شیکونده دیگه، یه فیبوناچی رسم میکنیم این موج. بعد که فیبوناچی رو رسم کردیم رو ناحیه نیم 618 و 786 وارد معامله میشیم. 786 عالیه، 618 عالیه، ولی نیمو باید همپوشانی پیدا کنیم. نیمو من میگم برای حرفه‌ای‌ها که میخوان از معامله جا نمونن، ولی تو روی 618 وارد شد، روی 786 وارد شد، هر کدوم برگشتش رو داد وارد شد و استاپ هم میشه پشت این موج و حد سود اول خط 0 و حد سود دوم 27 فیبوناچی که اینجا کاملا میبینیم بهمون داده. بریم بازم مثال بزنیم که چون کامل براتون جا بیفته. این بچه چکش بود، بیایم عقب‌تر. این دو جیه چکش نیست اینجا چکش داشت. اینه بچه چکشمون، علامتش بذارم کاملا. میریم تو تایم 5 دقیقه، بریم تو تایم 5 دقیقه پیداش کنیم. اینجاست بچه، گفتم چکش اینجوری دنبال پوزیشن 3. حالا اینجا باید الگومون به چه شکلی باشه بچه ها؟ الگومون باید به این شکلی باشه. نها کنیم و در اصل اینطوری. خب که شما بتونید روش چیکار کنید؟ روش ترند لاین رسم کنید و ترند شکست. اینجا یه فیبوناچی رسم کنید و وارد معامله سل بشید. خب اینجا پیدا کنید اون چیزی که من گفتم. بچه اینه دقیقا نگاه کنید، ترند شما رسم کنید. این ترند حال بازار تقریبا اینجا بود دیگه، تایم روزانه. اینجا میره روز قبل. اینجا ترند امروزمون بوده بچه دیگه. ببینید اون ناحیه قرمز رنگی که مشخص کردیم کجا بود؟ بذارید من بزنم اینجا بود. پس اینجا باید ما ترندمون رو رسم کنیم. من اومدم رو قبل رسم کردم چون یادم رفته بود اینجا رو ما علامت گذاری کردیم. خب اینجا یعنی اون چکش رو علامت گذاشتیم. اینا رو پاک میکنیم، ترندمون رو اینجا رسم میکنیم و دنبال اینیم که ترند رو بشکونه. ترند که شکون، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا میایم فیبوناچی از موجی که ترند رو شکونده رسم میکنیم. این موج ترند رو شکونده، اوکی. حالا که ترند رو شکونده ما میایم فیبوناچیمون رو رسم میکنیم. ببینیم تا کجا اصلاح داده. میبینیم آقا نقطه ای اومده تا 618 اصلاح داده. خب رو ناحیه 618 که وارد معامله میشدیم با حد ضرر کف موج و با حد سود 0 و 27. اینجا 0 اینجا 27. ببین چه اتفاقی افتاده، چقدر قشنگ اومده حد سودمون رو فعال کرده، اومده پایین و اینجا اومده ترند شکونده. یه اصلاح سمت بالا اومده، شکونده اومده پایین، حد سود اول و حد سود دوم ما رو فعال کرده. بریم دنبال پوزیشن بگردیم. بریم تایم 4 ساعته. بچه این دیگه پوزیشنیه که ربات رو این فعال میشه در ادامه براتون. خب بیایم عقب‌تر. کدوم چکش رو پیدا کرده بودیم؟ بریم بازم چکش پیدا کنیم. این چکش بودیم دیگه. بیایم عقب‌تر. تازه تو بیت کوین ما بیایم عقب‌تر. اینجا رو ببینیم بچه‌ها. اینجا دو تا چکش بود سهم داریم. بیایم عقب‌تر. این چکش این علامت گذاری می‌کنم من روی این کندل دیگه. کندل کامل برای من در نظر میگیره. بریم تا این 5 دقیقه. بچه گفتم حرفه‌ای شدید رو 3 دقیقه و 1 دقیقه کار کنید. انقدر جذابه، انقدر برای پوزیشن گرفتن فوق‌العاده است. خب بعد دنبال پوزیشن‌های بای میگشتیم دیگه.
بچه نگاه کنید اون ترندی که دنبالشیم مال امروز باشه، مال همون کندل روزانه‌ای که باشه، اینجاست دقیقاً. اینجا ما ترندمون رو رسم کنیم، دنبال شکست ترندیم. خب ترند شکسته، اینجا فیبوناچیمون رو رسم میکنیم، از موجی که ترند شکونده رسم میکنیم و میبینیم که آقا به ما نقطه ورود روی نیم داده. نیم هم گفتیم باید همپوشانی پیدا کنیم، همپوشانی داریم اینجا. بله ببینید یه همپوشانی اینجا ناحیه نیم به ما داده. نگاه کنید همپوشانی کاملا واضحی هم هست، این ور واکنش داشته، این ور واکنش، اینجا هم کلی واکنش داشته. پس اینجا میتونستیم وارد معامله بشیم. خب با حد ضرر کف موج و حد سود 0 و 27. حد سود اول میشد اینجا، حد سود دوم میشد این ناحیه. ما هم دیگه ببینیم بچه، ببینیم اینجا ما وارد معامله شدیم، حد سود اولمون 0، حد سود دوممون 27 و حد ضررمون پشت موجی که ترند شکسته و اینجا یه سود خوبی به ما داده. اگه یادتون باشه پشتش هم یه چکش بعدی رو نگاه کنید، تایم 4 ساعته بود دیگه. چکش بعدی اینه بچه، این ترندی که من کشیدم کاملا درست. این بیرون زدی که میبینید شکست فیک بوده، شادو اومده بیرون، اگه نه اینجا نقطه رو ببینید. اینجا ترند شکونده، اوکی، میایم فیبوناچی رسم می‌کنیم رو موجی که ترند شکونده، منتظر اصلاحش میشیم ببینیم اصلاح به ما داده. بازم داده تا ناحیه نیم، ببینیم نیم همپوشانی داره یا نداره. از قبل 4 میبینیم که آقا همپوشانی داره. نگاه کنید یه ناحیه حمایت مقاومت همپوشانی با نیمو داره، اکثر مواقع هم داره چون نیمم ناحیه فوق العاده. بعد میایم اینجا فیبوناچیمون که رسم کردیم رو نیم وارد معامله میشیم، حد ضرر میشه پشت این موج. بچه کسایی که رو نیمم وارد میشن برای اینکه خیلی امن‌تر وارد باشین میتونید حد ضررتون رو بزنید پشت 618 بین 786 و 618 که مثلا اگه برگشت ضرر خیلی کمتری بود. ولی حالا ما میذاریم رو اصولش دیگه، میذاریم کف موج. حد سود اول محدوده نیم 0 اصلاحی میکنه، حد سود دوم هم 27 فیبوناچی. بچه می‌بینید معامله خیلی جذابی هم به ما داده و سریع حد سود ما رو فعال کردیم. اینجا پشت سر هم دو تا چکش داشتیم، دو تا معامله عالی گرفتیم. خب بریم دوباره دنبال چکش بگردیم توی بازار. بچه من خودم خیلی با این استراتژی کار کردم و واقعا هم فوق‌العاده است، یعنی مثلش نیست. نقطه ورودهای زیادی هم بهتون میده. حالا هم که اگه ربات فعال شه که داره آپدیت میشه اوکیش کنیم براتون، اون دیگه قشنگ براتون موقعیت پیدا میکنه. فقط هولو برو تو گلوه، تو فقط بری ترند رو بندازی، فیبوناچی رو بندازی، منتظر گرفتن پوزیشن باشی، همین یعنی موقعیت رو بهت اعلام میکنه. بیایم دنبال چکش بگردیم. بچه تازه بیت کوین رو انقدر پیدا کردیم، دوباره بریم تو بقیه ارزها کلی هست دنبال چکش بگردیم. بچه اینا دوجی هستن، اینا چکش حساب نمیشن. این چکش نزولی، اینی که اینجا میبینید. بریم تو تایم 5 دقیقه. بچه میگم شما حرفه‌ای تر شدید باید برید تو تایم 3 دقیقه و 1 دقیقه وارد معامله بشید. خب گفتیم چکش قرمز دنبال پوزیشن های سلی، درسته؟ اینجا دنبال پوزیشن چیم؟ سلی. ترندمون رو رسم میکنیم. خب اینجا دنبال شکست ترندیم، این موجمون ترند شکست، اینو میندازیم تا اینجا. ببینیم کجا اصلاح داده. به تا 618 اصلاح. یه علامت میذاریم رو 618 که وارد معامله میشیم و حد ضرر رو میاد پشت موجی که شکسته. حد سود اول 0، حد سود دوم 27 فیبوناچی. بعد بچه اکثر جا هم میبینید اصلا تا 414 تا 1618 اومده حد سودتون رو فعال کرد. به این شکل معامله ما اینجا وارد میشدیم، رو خط زرد وارد معامله میشدیم و رو خط قرمز حد ضررمون بود و حد سود اولمون 0 و حد سود دوممون 27 فیبوناچی. این هم از این معامله. دوباره بریم دنبال چکش بگردیم. بچه این معامله، این استراتژی که میگم اگه اصولش رو واقعا اون چیزی که گفتم و رعایت کنی حد ضررت نمیخوره اصلا، فقط اصول میگیره. دوباره اینجا یه چکش داریم، من همشون رو علامت بزنم حتی
اینجاست. اینجا یه چکش داریم، اینجا من دارم یه چکش میبینم. دوباره اینجا ما یه چکش داریم، اینجا پشت سرش یه چکش سعودی داریم، پشت سرش یه نزولی، یادتون باشه. خب بریم تو تایم 5 دقیقه. بچه گفتم این روزانه و 4 ساعته باید دنبال چکش بگردی. حالا چون میدونم خیلی عجله میکنم برای ورود به معامله، خیلی دوستان هی معامله کنن، من گفتم 4 ساعت، وگرنه تو روزانه هم چکشای عالی پیدا میشه. اینجا چکشمون نزولی بود دیگه، یعنی باید دنبال پوزیشن استر میگشت. اینجا که باید دنبال پوزیشن استر میگشتیم، من یه خودکش کنم میتونیم ترند رسم کنیم. بله ترند میشه این قاعده. خب ترند که میشه این